کم از دست دادم. داوود گفت که مگه چند سال عمر کرد؟ پیرزن گفت که 350 سال. داوود گفت مادر جان ناراحت نباش، بعد از ما یه گروهی به دنیا میان که بیشتر از 100 سال عمر نمیکنن. پیرزن تعجب کرد، گفت این گروهی که میگی خونه هم میتونن برای خودشون بسازن؟ حضرت داوود گفت مادر جان کجای کاری، نه تنها خونه میسازن بلکه تو خونه ساختن، تعداد خونه های بیشتر، خراب کردن همدیگه، زیراب زدن همدیگه، انداختن همون ملک و املاک به همدیگه و خیلی چیزای دیگه، با هم رقابت میکنن و سر همدیگه رو کلاه میذارن، هر کاری میکنن که نفر مقابلشون رو زمین بزنن تا خودشون بیشتر داشته باشن. پیرزن گفت این گروهی که میگی چقدر بدبختن، اگه من جای اونا بودم توی این مدت کم فقط عمرمو به خوشی و خوشحال کردن دیگرون میپرداختم. میخوام اینو بهتون بگم، میگه بر چرخ فلک مناز که کمر شکن است، بر رنگ لباس مناز که آخر کفن است. مغرور مشو که زندگی چند روز است، در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است. ها مشتی یا حق.